هولوحش 500 سال پیش مردی که شدیداً شکنجه شده بود و همه چیزش رو از دست داده بود به یک کلبه تو حومه شهر توسکانی ایتالیا تبعید شد. توی اون کلبه پشت میز چوبی نشسته بود و نامه‌ای به تنها دوست باقی موندش نوشت. اون توی اون نامه توضیح داد که زندگی واقعاً چیه. نه چیزی که مامان و باباها به ما گفتن، نه اون چیزی که ادیان و مذاهب تو کلمون کردن و یا حتی نه اون داستان‌های زرد انگیزشی تو خالی که میگن اگه سخت کار کنی قطعا نتیجه میبینی. اون عملکرد انسانها و نحوه بلعیده شدن کسانی که از واقعیت فرار میکنن رو ترسیم کرد. اسم اون آدم نیکولو ماکیاولی بود و حقیقت ناخوشایندی که اون تو نوشته‌هاش رمزگذاری کرده بود به مدت 5 قرن دفن شده بود. چرا که حاکمان و کسایی که زورشون میرسید با خاک کردن این حقایق میدونستن که اگر مردم سازوکار و برخورد درست با زندگی رو بفهمن دیگه بهشون نمیتونن حکمرانی کنن. اون چه ماکیاولی کشف کرد کالب و چکافی پیکر زندگی بود. تا آخر این ویدیو هر رابطه، شکست و خیانتی که تو زندگی تجربه کردی جوری برات هضم میشه که انگار کسی چراغ اتاقی رو روشن کرده که تمام عمرت توی اون سرگردون بودی. این ویدیو روی کردت رو به دهه‌های آینده زندگیت به شدت تغییر میده. با من همراه باش. Once in a while I dream. 10 دسامبر 1513 مردی 44 ساله تو روستای سنت آندریا در پروسینا، جایی تو 10 کیلومتری جنوب فلورانس نشسته بود. 14 ماه قبل از اون دبیر جمهوری فلورانس بود. دیپلماتی که با پادشاه‌ها مذاکره کرده بود، فرماندهی شبه نظامیان رو بر عهده داشت و رو در روی خطرناکترین مردان ایتالیا روزی نشسته بود. سپس مدیچی ها به قدرت بازگشتند. اون متهم به توطئه شد، دستگیر شد و زیر شدیدترین شکنجه ها قرار گرفت، اما اعتراف نکرد چون چیزی برای اعتراف نداشت. در نهایت آزادش کردن، عنوانشو گرفتن و فرستادنش تا تو مزرعه کوچیک خانوادگیش بپوسه. اینجا اونجاییه که اکثر مردم کم میارن، اما ماکیاولی نه. تو نامه‌ای که به دوستش فرانچسکو ویتوری روال روزانه‌اش رو توصیف کرده بود اینطوری نوشته بود که صبحها املاک ویرانه‌اش رو مدیریت میکنه و سر چند تا سکه با فروشندگان هیزم بحث میکنه. عصرها به میخونه محلی میره، با قصاب آسیابان قمار میکنه و سر کارت بازی چنان فریادهایی میزنه که همسایه‌ها همه صداش رو میشنون. اما وقتی شب میشد همه چیز تغییر میکرد. اون نوشت وقتی شب میآید به خانه برمیگردم و وارد اتاق مطالعه میشم. دم در لباسهای گلی و غبارآلود روز را در میآورم و جامه‌های فاخر درباری میپوشم. حال که آراسته شدم به دربار مردان کهن وارد میشوم، جایی که آنها با عشق از من استقبال میکنند و از آن غذایی میخورم که برای من است و گویی برای آن زاده شدم. دقت کن، مردی که تو گل پوشیده شده، توسط سرنوشت دنیا نادیده گرفته شده، اما وقتی وارد اون اتاق میشه از کوچیک بودن خودش امتناع میکنه. اون برای این ملاقات آراسته شده. خودش میگه که با فلسفه‌دان‌های مرده طوری حرف میزنم که گویی مهمترین جلسه روزم است. تو همون اتاق در حالی که ثروت، جایگاه و قدرت نداشت کتاب شهریار رو نوشت. زندگی ماکیاولی اولین درس فلسفه اونه. اون دفترچه راهنمای زندگی خودش رو نوشت در حالی که زندگی فعالانه سعی داشت که نابودش کنه و اولین اصلی که استخراج کرد این بود: زندگی به خوبی پاداش نمیدهد، زندگی به دقت پاداش میدهد. دقت یعنی همون توانایی دیدن آدما، سیستم، خودت بدون تحریف، بدون اون چیزی که دوست داری حقیقت داشته باشه. اکثر مردم هرگز به این نمیرسن و میمیرن. اونا توی قصه زندگی میکنن، قصه ای که فکر میکنن اگر وفاداری کنن وفاداری بهشون بر میگرده. ماکیاولی این افراد رو مواد اولیه برای جاه طلبی دیگران اسم میذاره و دقیقاً دنیا با منطقی کار میکنه که هیچ ربطی به انصاف نداره. این ماهیت اصلی دنیا. توی یکی از کتاباش یه جمله هست که میگه همه آدم‌ها شرورن و تنها زمانی درست عمل میکنن که مجبور بشن. اکثر مردم این جمله رو که میشنون جا میخورن، به نظر بدبینانه و افراطی میاد، اما اون بیانیه اخلاقی نمیداد، اون بیانیه مهندسی شده میداد. مثل جاذبه، بهش فکر کن. جاذبه بدجنس نیست،
از مردی که داره از صخره سقوط میکنه متنفر نیست، فقط کار میکنه، یه نیروه. باید اون مرد رو به سمت خودش بکشه. و اگر تویی که جاذبه رو میفهمی و درکش میکنی، در کار بخوای ازش استفاده کنی، میتونی پلها، هواپیما و حتی ساختمان‌های بلند بسازی. اگه انکارش کنی، زمین برات نرم میشه، هیچ چیز نمیتونی روش استوار کنی. Sad how the feelings go away. We were in love, but now it's over. So once in a while وقتی ماکیاولی گفت همه آدما شرورن و همه انسان‌ها شرارت دارن، منظورش این بود که هر انسان زنده‌ای بقا، راحتی و جایگاه خودش رو به هیچ عنوان به تو ترجیح نمیده. این پلیدی نیستا، یه جور سیمکشی عصبی و مغزیه برای ما آدما. و اون استثنایی که به اونا میچسبی، دوستی که هرگز خیانت نمیکنه، شریکی که صادقانه بی قید و شرط دوستت داره. ماکیاولی میگفت تو هنوز فشار کافی رو برای تست این فرضیه اعمال نکردی. یعنی هنوز تو موقعیتش قرار نگرفته که اون کارهایی که نباید و تو دوست نداری رو در رابطه با تو بکنه. تلخه ها، ولی خب حقیقت تلخ. تو لحظه‌ای که این اصل بسیار مهم رو بپذیری، دیگه شوکه نمیشی. دیگه از رفتارهای قابل پیشبینی دیگران زخم نمیخوری. دیگه افراد رو برای رفتاری که دقیقاً طبیعتشونه سرزنش نمیکنی و شروع میکنی به ساختن زندگیت روی پایه‌هایی که واقعاً وزن تحمل میکنن، نه روی قولهای دیگران، نه روی خواسته های دیگران. اگه بخوام یه مقدار دارک ترش کنم و یه ذره این حقیقت رو تلخ ترش کنم، میتونم بگم که همه تو زندگی به شرایطی وفادارن که وفاداری براشون راحت باشه. شرایط رو یه مقدار تغییر بده، ببین چیزی که واقعا به وجود میاد آیا اون چیزیه که تا امروز بوده؟ در اصل اعتماد یک ساختاره، مثل هر ساختار دیگه نیاز به نگهداری و بازرسی داره. و اینم بدون که هیچ ماده‌ای تحت فشار کافی تا ابد دوام نمیاره. each moment passes like hours. Each day is dark as the ماکیاولی میگه که تو وسط جنگ 2 تا نیرویی، یکی ورتو و یکی هم فورتونا. ورتو یعنی نیروهای مؤثر، مهارت، زیرکی، قاطعیت و هوش استراتژیک برای تحمیل خواستهات به شرایط، و از مقابل فورتونا یعنی سیل کور حوادث، بیماری، فروپاشی اقتصادی و یا حتی خیانت‌های پیش بینی نشده. اون میگه که فورتونا نیمی از زندگی رو اداره میکنه، یعنی نیمی از زندگی تو از کنترلت خارجه، اما نیم دیگه متعلق به ورتوه و اون نیم جاییه که همه چیز تو تصمیم گرفته میشه. اکثر مردم ورتوهای خودشون رو صرف کارهایی میکنن که اصلا اهمیتی نداره. بحث با غریبه ها، روابطی که سالها پیش تموم شده، یا حتی کارهایی که برای اینکه بقیه خوششون بیاد انجام داده. اما وقتی فورتونا حمله میکنه، هیچ چیز نداری که مقابلش بایسته. مثل این میمونه که جلوی رودخانه در حال طغیان وایسی و از سیلاب تقاضا کنی که با تو مهربون باشه. نه، سیلاب با تو هیچ وقت مهربون نیست. و اینجا میرسیم به این که پیام ماکیاولی یک جراحی زیبایی روی خودت. تو نمیتونی کنترل کنی چه اتفاقی برات میفته یا نمیفته، اما میتونی کنترل کنی که برای اون اتفاق آماده ای یا نه. تفاوت این دوتا جمله خیلیه، تفاوت بین زندگی کردن و تحمل کردن. یه مثال بزنم، فرانچسکو اسفورزا اینو فهمیده بود که بدون ثروت و خون اشرافی با ورتوی خام خودش رو دوکه میلان کرد. نه با ورثه بودن، بلکه با اقدام دقیق در لحظه‌ای که فورتونا اجازه بهش داد. موفقیتش موندگار شد چون خودش اونو به دست آورده بود. با کسایی که قدرت به اونا هدیه داده میشه مقایسه کن. یه الگویی وجود داره که ماکیاولی همیشه میگه قدرتی که داده میشه همیشه پس گرفته میشه. قدرتی که ساخته میشه همیشه موندگاره. برای تو این یعنی چی؟ یعنی دست از دعا برای بهتر شدن شرایط وردار. شروع کن به ساختن معماری درونی که تو رو تو هر شرایطی خطرناک میکنه. وظیفه تو کنترل طوفان نیست. وظیفه تو اینه که کسی باشی که از بین طوفان سالم و سلامت رد میشه. ما داریم تو دنیای سطح زندگی میکنیم. مردم بر اساس سیگنالایی که میفرستی، استایل، لحن و داستانایی که دیگران دربارت میگن قضاوتت میکنن. و حقیقت وحشتناک ماجرا اینجا هست که سیگنال‌هایی که ما میدیم اغلب از ماهیتی که خودمون داریم مهمترن. ماکیاولی میگه که یک حاکم باید همیشه وفادار و صادق به نظر برسه و تا جایی هم که امکان داره این موقعیت رو حفظ کنه. اما وقتی وضعیت میطلبه باید بتونه فوراً به عکس اون تغییر مسیر بده.
مردم اشتباهی اونو تفسیر میکنن، فکر میکنن میگن باید ریاکار باشی. نه، این انتقاد پذیری اصل وجودی انسانه. به پادشاهی سیراکوز یکم فکر کن. با قتل و خیانت به قدرت رسید، برنده شد، دهه‌ها حکومت کرد. اما ماکیاولی میگه که پیروزی‌هاش رو نمیتونیم به ورتو نسبت بدیم. چرا؟ چون روش‌هایی استفاده کرد که بافت نرم انسانی رو نابود کرد، چیزی که قدرت طولانی مدت رو پایدار میکنه. حکومت کرد اما هرگز حکمرانی نکرد. درس اینه: تو میتونی با دروغ و وحشیگری به قله برسی، اما بقیه عمرت رو فقط باید صرف این کنی که از اون دروغ محافظت کنی. خلاصش اینه که کسی باش که نیاز نباشه تواناییت رو جعل کنی. چرا؟ چون همه میفهمن. و اطمینان حاصل کن که اون سطح دقیقاً از بازتاب وجودی خود شخص خودت. این یعنی دست از سعی برای فهمیده شدن بردار. شروع کن به انکار ناپذیر بودن. کسایی که سالها وقتشون رو صرف توجیه و دفاع از خودشون میکنن بازی رو اشتباه میرن. بازی نتیجه است، بازی شایستگی های ثابت شده است، بازی حضور با چنان ثبات بیرحمانه‌ایه که سطح ماهیت تو با وجود اصلی تو یکی بشه. وقتی بین اون چیزی که نشون میدی و اون چیزی که واقعا هستی شکافی وجود نداشته باشه، تو به یه چیز بسیار کمیابی تبدیل میشی. چیزی که کسی نمیتونه با افشاگری بی ثباتش کنه، چون اصلا چیزی برای افشا شدن وجود نداره. ماکیاولی توی یکی از کتاباش یک چرخه‌ای رو توصیف میکنه که تو زندگی خودت هم میتونی اون رو تشخیص بدی. قدرت نظم میاره، نظم رفاه میاره، رفاه راحتی میاره، راحتی ضعف و ضعف در نهایت فروپاشی میاره. روم سقوط نکرد چون بربرها اومده بودن، روم سقوط کرد چون رومی ها دیگر رومی نبودن. سرگرمی جای وظیفه مدنی رو گرفته بود، آسایش جای انضباط رو گرفته بود. وقتی تهدیدهای خارجی رسیدن، پوسیدگی داخل از قبل کار خودش رو شروع کرده بود. هر فردی تو زندگیش اینو تجربه میکنه. برای چیزی میجنگی، اونو میسازی و به ثبات میرسی و بعد آروم آروم بدون اینکه متوجه بشی اون ثبات و نظم و انضباط رو که ساخته بودی از دست میدی. دست از یادگیری میکشی، دست از سوال کردن میکشی، دست از رشد کردن میکشی و لحظه‌ای که عقب نشینی کنی رودخانه بالا میاد. راه حل ماکیاولی یکی از ضد شهودی ترین نسخه ها در تمام فلسفه است. تضاد برای سلامت لازم است. کشمکش میان سنا و عوام در روم ضعف نبود، منبع بزرگی روم بود. تضاد سیستم ایمنی یک تمدنه و در زندگی فردی هم همینطوره. اگه هیچ چالشی وجود نداشته باشه، ظرفیت‌های تو به خواب میره. اگر هیچ مقاومتی وجود نداشته باشه، قدرت تحلیل میره. اگه هیچ خطری وجود نداشته باشه، هوشیاریت از بین میره. کلمه کلیدی در فلسفه ماکیاولی ضرورته. این ضرورته که ماها رو میسازه. وقتی راحتی حذف بشه و مجبور به عمل بشی، برای اولین باره که میفهمی واقعا کی هستی. بزرگترین رهبران و خطرناکترین استراتژیست های دنیا تو محرومیت ساخته شدن، نه تو امتیاز. ماکیاولی حتی میگه گاهی سیاست تظاهر به حماقت بالاترین شکل خرده. نه چون حماقت یک استراتژی باشه ها، نه، بلکه چون وقتی تو دنیا رو دست کم میگیری چیزی بسیار ارزشمند به دست میاری. زمان برای ساختن، زمان برای رشد کردن، زمان برای آماده شدن، زمان برای اینکه دور از نگاه دیگران خودت رو به نسخه‌ای تبدیل کنی که بعدها همه رو غافلگیر کنه. خود ماکیاولی 14 سال توی تبعید این گونه زندگی کرد، نوشت، مطالعه کرد، نمایشنامه و کمدی خلق کرد و مشاهداتش رو بارها اصلاح کرد تا به دقیق ترین شکل ممکن برسه. هیچ کدوم از این تلاش‌ها در زمان حیاتش به رسمیت شناخته نشد. در سال 1527 فقیر، بیمار و تقریبا فراموش شده از دنیا رفت. اون بذرهایی رو کاشت که خودش هرگز محصولاتش رو ندید و شاید این عمیق‌ترین درس همه ما باشه. اکثر مردم فقط وقتی کار میکنن که پاداش آن رو ببینند، فقط وقتی تلاش میکنن که تشویق شوند، فقط وقتی ادامه میدن که کسی نگاهشون کنه. ماکیاولی این رو ذهنیت بنده مینامید که بندگی ماها درش نهفته است، ذهنیتی که ارزش عمل رو از نگاه دیگران میگیره. اما انسان ورتو متفاوته. اون عمل میکنه چون عمل کردن بخشی از هویتش. اون میسازه چون ساختن معماری وجودی خودشه. اون رشد میکنه حتی وقتی هیچ کس تشویقش نکنه و این همون چیزیه که بیشتر مردم هرگز درکش نمیکنن. پس این زندگی از نگاه ماکیاولی. تو دنیایی به دنیا اومدی که اصلاً به تو اهمیت نمیده.
رودخونه‌ای رو تصور کن که از زیر خونه رد میشه. اون هیچ وقت از اون خونه و ساکنان اون خونه متنفر نیست. اون کارش رو داره انجام میده. تو در محاصره کسایی هستی که وقتی راحتن عاشقن و وقتی راحت نیست رهات میکنن. نه اینکه شرور باشن، نه اینکه چون خودخواهن، نه. اونا جاذبه روانشناسی انسانن و باید توی زندگی تو وجود داشته باشن. تو بدنی داری که میپوسه، ذهنی داری که به خودش دروغ میگه، زمانی در اختیار داری که بسیار کوتاه‌تر از چیزیه که تصور میکنی. نیمی از اون چه که برات اتفاق میفته توسط نیروهایی تصمیم گرفته میشه که نه میبینی، نه پیش بینیشون میکنی و نه کنترلش. پاسخ ماکیاولی به این داستان اینه که باید دقت کنی و ورتوی خودت رو بسازی، نه انضباط جعلی ساعت زنگدار، اپلیکیشن های بهره‌وری و مکمل های انگیزشی، بلکه انضباط واقعی. توانایی دیدن دنیا همونطوری که هست، توانایی حرکت تو اون بدون لرزش، توانایی از دست دادن همه چیز و همچنان داشتن همه چیز، توانایی خوندن آدم ها نه اونطور که آرزو داری، بلکه اونطوری که رفتارشون نشون میده. برای فورتونا آماده باش. قبل از اینکه سیل بیاد و همه چیزت رو با خودش ببره، خاک ریزاتو آماده کن. مهارتی بساز که نتونن از تو بگیرن. رابطه‌ای بساز که آزمون خطای خودشو پس داده باشه. سیستمی بساز که حتی وقتی شرایط از هم فرو پاشید بازم پابرجا بمونه. چرخه رو بپذیر. بدون که راحتی‌های تو موقتیه. اینو بدون که موفقیت تو دائمی نیست، بدون که قدرتت روزی آزمایش میشه و مهمتر از همه اقدام کن. منفعل نباش. اگر کسی نیاز به کمک داره حتما به کمکش برو. برای کسی که دست داره، پا داره، ذهن داره، زمان داره، هیچ وقت منتظر اجازه گرفتن از کسی نباش که بخوای کاری رو انجام بدی. پاشو و انجامش بده. ماکیاولی این هشدار رو به همه ماها داد که جهان بیعملی رو بسیار شدیدتر از عمل اشتباه مجازات میکنه. حداقل کسی که اشتباه حرکت میکنه یه چیزی یاد میگیره، داده‌ای تولید میکنه، تجربه‌ای میسازه. اما کسی که ایستاده و هیچ کاری نمیکنه در نهایت تو همون نقطه‌ای میمونه که الان هست. و در نهایت اون مرد توی اون کلبه محقر تو سنت آندریا خودش رو به تنها کرامتی که براش باقی مونده بود مزین میکرد و چیزی می ساخت که از تمام کسایی که سعی کرده بودن نابودش کنن بیشتر عمر کرد. اون منتظر نمون دنیا دعوتش کنه. اون چیزی ساخت که دنیا نتونست نادیدش بگیره. و این درس واقعی ماکیاولیه. نه استراتژی، نه دستکاری، نه بازی‌های سرد قدرت، بلکه یک حقیقت ساده. زندگی هر چه بتونه تلاش میکنه که از تو بگیره. تنها حرکت تو اینه که به کسی تبدیل بشی که بتونه از اون چه که باقی مانده دوباره بسازه. 500 سال بعد کلمات او هنوز زنده است. دشمنانش به خاکستر تبدیل شدن، اما تو اینجا نشستی و نامه ای رو میخونی که مردی مرده در تبعید برای آینده فرستاده. و تنها چیزی که تو قفسه سینت احساس میکنی اینه که باید تغییر کنه. اون تغییر بیدار شدن ورتوه. هیچ وقت دوباره اجازه نده که بخوابه.